خبر خوش آمدید. در این برنامه تپش قلب آسیا متأثر از تنش اختلاف در مبارزه با هراس افغانان، برگزاری پروسه استانبول در محوریت افغانستان. آیا پروسه استانبول قلب آسیا فضای بی‌اعتمادی در منطقه را دگرگون خواهد ساخت؟ پوتین ترامپ فرد باهوش است. ششمین نشست کشورهای قلب آسیا در چارچوب پروسه استانبول در هند برگزار شد. مبارزه با هراس افغانی و برقراری صلح و آرامش در افغانستان در محوریت این نشست گنجانیده شده. رئیس جمهور غنی در این نشست هشدار می‌دهد که 30 گروه هراس افغان در تلاش ایجاد پایگاه‌ها و ناامن ساختن افغانستان و کشورهای منطقه است. رئیس جمهور غنی از پاکستان می‌خواهد که 500 میلیون دلار کمک سخاوتمندانه‌اش برای بازسازی افغانستان را برای مهار افراط‌گرایی در منطقه و بخصوص افغانستان هزینه کند. نخست وزیر هند نیز فعالیت‌های هراس افغانان را که بیرون از افغانستان تحریک می‌شوند تهدید به این منطقه برمی‌شمارد. اما نکات اختلاف بازیگران اصلی در منطقه در امر مبارزه با هراس افغانی در افغانستان در کجاست؟ برای بحث بیشتر در این باره سید مسعود استاد دانشگاه و محمد صدیق پتمن آگاه مسائل سیاسی اینجا با من حضور دارند. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای مسعود با شما آغاز می‌کنیم. نشست پروسه استانبول قلب آسیا در واقع در وضعیت برگزار میشه که در میان کشورهای منطقه بخصوص هند پاکستان در امر مبارزه با هراس افغانی اختلاف و تنش خیلی جدی وجود دارد. حالا نشست استانبول در جستجوی چیست؟ آیا این نشست با چنین یک ساختار و محورهای بحث میتونه پاسخگو به این مشکلات در منطقه و بخصوص افغانستان باشد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام بر شما، سلام بر استاد عزیز. افتخار دارم که در حضورشان هستم. خدمت شما که فکر میکنم که عمدتاً نشست ششمین نشست استانبول که در حقیقت کشورهای قلب آسیا است، این در شرایط صورت میگیره که تغییرات منطقوی، تغییرات جهانی و تغییرات درونی افغانستان صورت گرفته. تغییراتی که در سطح جهان به خصوص از ولایت متحده آمریکا که تاثیراتش باید اینجا آمده باشه، مسئله اصلاحات، مسئله سطح دنیا که در حقیقت مسئله آمدن در حقیقت دیجی که توسعه پایدار و تغییرات و شکست فرموله که دولت افغانستان در رفتن به سوی یک چین محوری و پاکستان محوری رفته بودن و دوباره برگشتش به طرف هندوستان و آمدن هندوستان و در حقیقت دوباره جایگاه خود در افغانستان در کردن و تلاش هندوستانی که در درون افغانستان در حقیقت مبارزه جدی را در به منظور خنثی کردن تمامی حرکات پاکستانی را انجام بده. از این لحاظ من فکر میکنم که خود مجموع امی کنفرانسی که امروز و دیروز ما دیدیم در مجموع یک 4 گروه غیر متجانسه که دارای هدفهای معین خودشان است. این گروه ها که در حقیقت روسیه با تمام کشورهای آسیای میانه که در حقیقت اونمو کشورهای مشترک منافع است، هند با اقمارش، ایران که تنها آمده و در حقیقت ترکمنستان که همیشه رابطش با امارات بوده. از این لحاظ هدف اساسی از اینا که در حقیقت محو تروریسم و در حقیقت مبارزه با مواد مخدر محو تروریسم است، حتی امی هم دارای نمیتونه که با اهداف همشون موجود بیای، برای اینکه روس‌ها چیز دیگه فکر میکنن، ایرانی‌ها در درون اپوزیسیون مثلا افغانستان چیز دیگه فکر میکنن، هندی‌ها کاملا چیز دیگه فکر میکنن، پاکستانی‌ها چیز دیگه فکر میکنن درونش. از این من فکر میکنم که عمدتاً از لحاظ اقتصادی تا از لحاظ اقتصادی که امروز چیزی را مطرح کردن، به نظر من که اگر پسانتر وقت داشتیم بوده سرش بحث خود کردیم که ما باز هم در حقیقت یک چیز را به نحو کمیشن کاری پیش میکنیم که او در حقیقت مدل و فرمول اساسی رشد و انکشاف اقتصادی افغانستان نیست و در پالوش هم پاکستانیایی که در حقیقت 40 سال در اینجا سرمایه‌گذاری کردن و مدیریت بحران در بسیاری مواقع به دست خودشان دارن هم در حقیقت نباید گرفت. و جانب دیگه آیا سوال پیش میشه برای کل دولت که آیا ما دارای همون قدرت هستیم که بتونیم در حقیقت نوع دشمن سازی کنیم یا این حرکت کنیم که در حقیقت با منافع منطقه و منافع جهان به اساس منافع خود در درون افغانستان را تعریف کنیم. خیلی ممنون آقای پتمن. حالا به گفته آقای مسعود نگاه متفاوت کشورهای منطقه در امر مبارزه با هراس افغانی در افغانستان و در کل در این جغرافیا در واقع باعث میگرده که چنین نشست ها آسیب ببینن، نتیجه هیچ به همراه داشته باشند در عمل. در واقع اینجا نگاه روسیه یک گونه در مبارزه با هراس افغانی، پاکستان با نگاه دیگر میبینه به صلح و ثبات و جنگ در افغانستان، ایران و به همین سان کشورهای دیگر، ترکیه، هر کدام نگاه های متفاوت دارند. فکر میکنین که اختلاف دیدگاه ها میتونه در واقع آسیب جدی برسانه به برگزاری همچون نشست ها و نتیجهش هیچ بسازد؟
سلام احترام به استاد معظم استاد مسعود شما و تمام بیننده تلویزیون تونس. استاد درست فرمودن. ببینید منافع کشورهای منطقه و افغانستان با هم در تضاد هستند تقریبا در حالت فعلی که ما شما زندگی میکنیم و بحث جدیدی که در آینده شاید سرشان بحث شود حضور ایالات متحده آمریکا و قوای ناتو در افغانستان است که باید توضیح بده برای روسیه، چین و ایران و پاکستان هم از حضورشان باید مطمئن شود. در پالو از او هر صحبتی که به سطح سران مملکت میشه او صحبت منشأ میگیره از قوت اقتصادی و سیاسی و ثباتی که در مملکت موجود است. به نفع افغانستان نخواهد بود که از خاک هندوستان سرشان صدا شود به پاکستان. ما و شما با وجود تنش هایی که با پاکستان داریم، با وجود از که مناسبات حال و گذشته ما خوب نبودن، ولی بر حسب ضرورت به خاطر خاتمه جنگ در افغانستان ما نیاز داریم که در منطقه مناسبات خوب داشته باشیم و تعادل مناسبات نگاه کنیم. طوری که ما میگیم که ما در باره مناسبات هندوستان نظریات و پیشنهادات پاکستان را نخواهد پذیرفتیم، عین سیاست درباره پاکستان هم ما پیروی کنیم که درباره مناسبات پاکستان نباید ما نظریات و پیشنهادات هند در نظر بگیریم. مثلا کم گرفتن سهم پاکستان هم در بازسازی و هم در پروسه صلح به نفع افغانستان نیستند. سیاست ها همیشه در پایین و سطح های پایین پخته میشد، بعد از پختگی توسط رهبران اعلان میشه. مشکلی که افغانستان داره همیشه به اصطلاح صحبت های خام خود به بیرون میکشن، صحبت هایی که پخته نشدن و به پالیسی تبدیل نشدن. همیشه صحبت میشه که این افغانستان همیشه به چالش میکشن. ما نیاز داریم که در پالوی ازی که و ضد تروریسم مبارزه میکنیم و دوستا را پیدا میکنیم، جنگ علیه تروریسم در داخل خاک افغانستان است و ما هر لحظه متضرر میشویم. چه قسم میتونیم این ضرر را دفع کنیم و یا حداقل زمانش کوتاه بسازیم؟ بسیار دیر شد که مردم افغانستان در جنگ دست و پنجه نرم میکنه و حوصله افزایی میکنن. امیدواری مردم افغانستان است که رهبرایشان همیشه در همچون نشست ها صحبت های داشته باشه که جلب توجه ممالک را به افغانستان بکند، با وجود از اینکه منافع مختلف دارد. با در نظر داشت تضاد منافع ما باید نقاط مشترک را پیدا کنیم که سر از او بحث شود و واقعا چیزی که ما میگیم که افغانستان به محور یا محراق همکاری ها تبدیل شود، پس ما با همچون گفتارهای تنظیم شده باید برای نقاط مشترک هند و پاکستان در افغانستان چه میتونه باشد، در حالی که این دو کشور منافع متضاد دارند و هر کدام از این کشورها با راه و روش متفاوت در جهت رسیدن به اهداف استراتژیکشان در افغانستان است. هند با روش مسالمت آمیز و با راههای سیاسی، در حالی که پاکستان حالا گفته میشه با در پیش گرفتن راههای رسمی و حمایت از هراس افغانی در برابر هند موضوع در اینجاست، چون این دو کشور با هم نقاط مشترک در افغانستان نداره. سیاست های افغانستان باید قربانی تضادهای این دو مملکت در افغانستان نشود. اصل موضوع بحث رزمی است. ما نباید سیاست خود قربانی تنش های هند و پاکستان در افغانستان بکنیم. گیریم که پاکستان با ما 0.5 میلیارد کمک میکنه و هند با ما 1 میلیارد کمک میکنه. هر دویشان باید ما در محراق توجه داشته باشیم و در سیاست ما باید حضور فعال داشته باشه. ما باید از حضورشان استفاده کنیم، نه این که ما به حیث وسیله استعمال شویم و هر دو کشور در افغانستان تضاد منافع خود تعقیب کنه. ما باید به حیث کشوری مبادل شویم که به عوض تضاد منافع همسویی را ایجاد کنیم و افغانستان از بحران نجات بدیم. خیلی ممنون آقای مسعود. نکات مورد اختلاف کشورهای اثرگذار در منطقه بخصوص بازیگران اصلی هند و پاکستان در افغانستان در چیست؟ حالا آقای پتمن تاکید داشتن باید نقاط مشترک کشورهای دخیل در
بحران افغانستان در واقع پیدا شود و افغانستان یک روابط متعادل با این کشورها در واقع اتخاذ کند؟ عمدتاً در این سوال به ادامه حرفای جناب استاد عمدتاً از دو دهلیز می شود بحث کرد. دهلیز اولی که تمامی 14 کشوری که در این غرب آسیا هستند و 13 که ما 14 هستیم و تمامی 40 کشوری که در این شرکت کردند اونا تعریف‌های سیاسی مشخص در مورد افغانستان دارند. تعداد کم از کشورها را شما بیرین مشاهده بکنید که تعریف اقتصادی داشته باشند، اونا تعریف سیاسی خاص خود دارند و در پی اهداف سیاسیشون هستند، هند، پاکستان، ایران، چین و غیره. وقتی ما میگیم تعریف سیاسی میگیم در حقیقت سبای تعریف اقتصادی است. تعریف سیاسی در حقیقت دو طویل مدت است و حتی تا 100 سال رو میگیرن. در واقع تعریف اقتصادی وقتی ما انجام میدیم این تعریف ها به اساس مفاد در حقیقت زمان کوتاه و متوسط میتونه بالا پایین بره. در پالوی از این ما در یک عامل درونی خودمان را داریم که عامل درونی در حقیقت عدم داشتن یک پالیسی مدون و قوی به منظور ایجاد یک فضایی که بتونیم همه در یک رقابت سالم در درون افغانستان به اساس منافع ملی قسم ترتیب بکنیم که هم منافع منطقه را باید به وجود بیاریم و منطقه جهان. ما در شرایط نیستیم که در حقیقت منافع منطقه را ترجیح بدیم یکی بر دیگره. ما عمدتاً یک تجربه بسیار بعد داریم. این تجربه بعد سالهای 2001 2007 از 2007 تا 2014 بوده که در وقت جناب کزایس انجام شد. ما افراطی رفتیم به طرف غرب و بعد افراطی اومدیم در طرف همگرایی و همسویی منطقوی. همگرایی همسویی منطقوی رو یکی از آدمایی که شاید مساعد باشه ما بسیار قوی میدانیمش، ولی این همسویی همگرایی برای افغانستان بدون در نظر داشت جهان نمیشه کار انجام داد و نمیشه که منافع ملی خودم موث اندازیم. از این لحاظ من فکر میکنم که ما در این شرایطی که ما داریم ما یک دیپلماسی فعال باید داشته باشیم و این دیپلماسی فعال ما به اساس استراتژی منطقه‌ای استوار باشه. اما آقای مسعود فکر نمی‌کنید نخست باید نقاط اختلاف و مورد اختلاف کشورهای داخل در جنگ افغانستان شناسایی شود؟ چی است نقاط مورد اختلاف هند و پاکستان در افغانستان؟ بله، هدف‌هایی که اینا تعیین می‌کنند عمدتاً در حقیقت او هدف‌ها و مسئله تروریسم دیگه پا، ولی هدف بین پاکستان و در پاکستان در واقع در افغانستان در جای چیز. ببینید قبول بکنن که پاکستان و هندوستان هر دو دارای قدرت‌های منطقه هستند. هر چی میخوان در افغانستان هر دو حرکت میکنن. عمدتاً پاکستانی‌ها مسئله اهداف اقتصادی و تعریف اقتصادی از ما نداره. تنها تعریف داره که در حقیقت نوع حرکات دهلیز مانند دارای یک حکومت دنباله‌رو ضعیفه که بتونه اهداف پاکستان را در تطبیق بکنه. این معنا داره که در مقابل چی هند در حقیقت بسیار قوی کار میکنه. در حقیقت دشمن دیرینی که باید از پاکستان باشه در پهلوی از او باید یک همسایه‌ای که دارای قوت بسیار قوی و قدرتمند اقتصاددان و گپا باشه ولی دنباله‌رو. من از این میترسم که ما پنجمین قمر هند نشیم، برای اینکه ما در لحاظ اقتصادی آنچنان ضعیف هستیم از لحاظ سیاسی که در این وقتا تا 2 سال شده 1.5 سال شده 1.5 سال به این طرف که مودی به عوض ما در حقیقت چی میتونه استراتژی میتونه و خط میتونه. ما بیاناتی که مودی داد، خطابهایی که آمد در پارلمان و در بند سلما و حالی که امروز این حرفی که میزد معنا داره که نمایندگی از مردم افغانستان میکرد. من میترسم از اینکه با وجودی که دوستش دارم، با وجودی که میگم هندوستان بسیار خوب است که با ما باشه، قدرت است کار انجام بدن و من میگم که اگر قدرتی که ما میاریم این قدرت در مقابل چین و مقابل پاکستان قرار بگیره، چین و پاکستان هر دو دشمنی با هند داره، مبادا افغانستان تبدیل شه به یک منطقه برای که رقابت از اینا همیشه رقابت خونین به نظر ما بوده. آقای پتمن، حالا با توجه بر روایت آقای مسعود از اهداف هند و پاکستان در افغانستان چگونه ممکن است با حفظ تعادل در روابط کابل با دهلی نو در روابط کابل با اسلام آباد در واقع این دو کشور یک اهداف مشترک در افغانستان داشته باشند و از تقابل دست بردارند در جغرافیای افغانستان؟ ببینید حکومت هند همواره در تمام دورانی که 40 سال جنگ بودن با حکومت‌های افغانستان روابط داشته، بدون در نظر داشته از که در افغانستان چی وضعیت می‌گذره، با جز حکومت طالبان که او را به رسمیت نمی‌شناخت و با حکومت‌های قبلی پرشورده بسازن. آقای پتمن حرفایتان چون وقفه داریم خیلی کوتاه. حکومت هند همیشه کوشیده که با حکومت‌ها روابط داشته باشه بدون نظر داشته اینکه حکومت‌ها از حمایت مردم برخوردار هستند، یعنی ولی روابط پاکستان با مانند هند نبوده، از نوسانات زیاد داشته که مثلا بعض وقت روابط خوب بوده و بعض وقت روابط خوب نبوده. آقای پتمن،
با گذشت هر سال در واقع دیده میشه کشیدگی‌ها و اختلافات میان کشورهای منطقه در محوریت افغانستان در واقع عمیق‌تر از پیش می‌گردد و خصوص در روابط هند و پاکستان در قبال افغانستان. من سوال خود بار دیگر از شما تکرار میکنم، آیا ممکن است با حفظ تعادل و توازن در روابط افغانستان با این کشورها در واقع یک اجماع شکل بگیرد در میان کشورهای منطقه برای برقراری صلح در افغانستان و مبارزه صادقانه با هراس افغانی؟ نقطه ضعفی که در سیاست هر دو حکومت موجود است، خصوصا افغانستان و پاکستان، است که علاوه از حکومت ها افراد هم در اینجا با هم روابط دارند و هر دو حکومت ها با این افراد روابط دارند و صحبت های صورت میگیره. علاوه از چینل های رسمی که صحبت ها میشه، این چینل ها هم صحبت ها را انتقال میده. این صحبت ها فرق دارند با صحبت هایی که در چینل های رسمی میشه. معنی است که دیپلماسی رسمی افغانستان و پاکستان با دیپلماسی که افراد بین خود دارد و بعض به حکومت ها راپور میدن، سخنانشان متفاوت هستند. ما تکرار میگیم که هر دو حکومت ها بفهمند که چرا روابط خراب است. روابط رسمی که دارند از یک ترمینولوژی سیاسی استفاده میشه و روابطی که افراد بین دو حکومت تنظیم میکند سخنان دیگری است. تفاوت بین دو روابط وجود دارد و همیشه بی‌اعتمادی هایی که خلق میشه از این دو قسم روابط که هم به سطح غیر رسمی و هم به سطح رسمی موجود است. تا زمانی که هر دو مجالس یکی نشود و سیاست های درویه هر دو کشور، ما به خاطر یکی نمیگیم که ما با مناسبت ضرورت داریم، ما باید به طرف صلح برویم و صلح زمانی ممکن است که ما با یکی دیگه اعتماد کنیم. اعتماد بین افغانستان و پاکستان زمانی پیدا میشه که گپایی که سخنانی که رو به رو گفته میشه و سخنانی که پشت سر گفته میشه یکی باشه. این پیشنهاد ما بر دو حکومت هست، با سیاسیونشان که اگر میخواد روابط داشته باشه. روابط با هند همیشه به سطح دولتین بوده و با کسایی بوده که رو به رو و در عقب پرده یک قسم صحبت میشه. هند با افغانستان مشکل نداره، به خاطر مشکل نداره که یک سرحد مشترک نداره. دیگر روابط هند با افغانستان همیشه اقتصادی و فرهنگی بوده و همیشه همواره به نفع هر دو کشور بوده. مثلا در سابق هم ما روابط حسنه داشتیم که به هیچ وقت به تنش نگریده و فعلا هم روابط حسنه داریم. ما قبلا با حضور شما عرض کردم که صرف در وقت طالبان. مشکل با پاکستان است. اعتماد سازی با بین دو حکومت باید صورت گیره و هر دو حکومت اگر میخواهند که از شر تروریسم نجات پیدا کنه باید بین خود فضایی را ایجاد کنه که این فضای درویی نباشد و صحبت ها یک رویه باشد. دوم، صحبت ها به سطح بلند نتیجه نمیده. اگر حکومت های افغانستان و پاکستان خواسته باشند که با هم روابط حسنه باید ایجاد کند، برای ایجاد روابط حسنه بحث های تکنیکی به سطح پایین، یعنی بنیادی، وقتی ما پایین میگیم منظور ما به سطح پایین، یعنی به تیم های تکنیکی که صلاحیت صحبت داشته باشه گره ها را باز کنن، بعد از باز شدن گره ها بین دو کشور بعد از رهبران صحبت کنن. آقای مسعود، آیا نشست های تا به سطح نشست پروسه استانبول میتونه در واقع اعتماد سازی را ایجاد کنه در میان کشورهای منطقه به خصوص هند و پاکستان در افغانستان؟ من فکر میکنم من در حقیقت نوع در این مورد بدبین هستم زیاد، متاسفانه که به خاطر از که شما میفهمین که تا موقعی که رابطه یا معضلات هند و پاکستان رفع نشه ما دارای دوچار چنین چیزی هستیم. چرا؟ سوال میشه به خاطر که چرا بیرون نمیتونیم بریم؟ برای اینکه ما تا هنوز منبع قدرت نیستیم. از این لحاظ به گفته پرویز مشرف گفت که افغانستان که همسیال ما نیست که نشش پاک افغانستان، چرا نشانه پاک جرمنی. از این من فکر میکنم که پالیسی هایی که ما هم داریم در حقیقت درون پالیسی هایی که ما حرکت میکنیم، پالیسی های دنیا، یک نوع تضاد درون پالیسی وجود داره که تا حال کس نگفته. من فکر میکنم به این معنی که اگر امیال هم در حقیقت کسی ما را کمک کنه و بته برای افغانستان پول بته، ما در حقیقت قدرت جذب از این پول ها را نداریم. از این لحاظ است که مردم یا تمامی کشورهای دنیا
نوع دلسردی پیدا میکنن از دادن کمک به افغانستان، به خاطر که اینا قدرت از این ندارن که در زمین بشانندش. این تضادها باعث شده که تا اندازه ما را خراب کنه. در پالوی از یک چیز دیگه که ما همیشه سر فکر میکنیم این که عمدتاً این کنفرانس استانبول یا قلب آسیا این انمیبری نیست. انمیبری تنها سارک است و یا ایکوی که درونش ستای دیگه است. این در حقیقت یک مجموعه از یک کشورهایی است که این دفعه در هندوستان داشت، چه سال گذشته در اسلام آباد بوده. از اون من فکر میکنم که هند به خاطر که موافقت نشان بده در این مجلس، زیادترین باجی که برای مردم افغانستان داد هند برای ما میده. دیگرها تو اندازی میبینین که نوع حرکت‌های خنثی مانند را انجام میدن و در حقیقت تمامشون از لحاظ سیاسی خودشون کمک میکنن. من مانند چگونه از آسیای میانه را از تروریسم پاک کرد، چگونه ایرانیان میگن که تروریسم و مواد مخدر او طرف نبیه. و این گپا در پالوش هم اگر شما توجه کرده باشین، ما تا حالا تعریفی از تروریسم در درون اعظمی کنفرانس نداریم. تروریسم از نظر ما یا فاندامنتالیسم فرق میکنه که باید تعریفش متأسفانه تعریف نشد. من فقط یک جمله که خراب نشه او رو میگم که او عبارت از این بود که بازم تاکید جناب رئیس جمهور ما بر مسئله ترانزیت بود. کسایی که اقتصاد میخوانن ترانزیت بسیار خوب است ولی محور اساسی رشد اقتصادی بوده نمیتونه. آقای پدمن، جنبندی بحث از شما میخوایم داشته باشیم. سرانجام تصمیم گیری های جمعی در برابر کشورهای حامی هراس افغان در منطقه به خصوص افغانستان در چنین نشست‌های تا به سطح نشست استانبول چه باید باشه؟ مسئولیت کشورهای منطقه در برابر کشورهای حامی هراس افغانی در این جغرافیا چیست؟ چی باید صورت گیرد؟ خیلی کوتاه. این کنفرانس ها کمک میکنند که نظریات با هم نزدیک کنه و یا حداقل از دیدگاه‌های یکی دیگه با خبر شویم. ولی منشأ تروریسم در این کنفرانس ها ریشه یابی نمیشه که منشأ تروریسم در اینجا پیدا شده و ما به تروریسم به خاطر از که حضور قوت های خارجی در افغانستان اگر جزئی فعالیت ها نگردد ما به نتیجه نمیرسیم. به خاطر از که مبارزه با تروریسم و رفتن به طرف صلح باید هر دو همزمان با حضور داشت قوای خارجی که در افغانستان وجود داره در همچون کنفرانس ها موثر تمام بشه. ممنون، سپاسگزارم. سید مسعود استاد دانشگاه و محمد صدیق پدمن آگاه سیاسی از حضورتان در برنامه. خبر کوتاه را در اخیر ببینید. ممنون از شما بیننده ها هم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه در مصاحبه ترامپ را فرد باهوش خطاب کرد و پیش بینی کرد که به زودی سطح جدید از مسئولیت ها را در اختیار خواهد گرفت و مطابق آن فعالیت خواهد کرد. پوتین در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NTV روسیه میگوید از آنجایی که ترامپ در تجارت به موفقیت‌هایی رسیده، این بیانگر این موضوع است که او فرد باهوش است و در ادامه میگوید که اگر او فرد باهوش باشد این بدان معنی است که کاملا و به سرعت سطح متفاوتی از مسئولیت‌ها را تصاحب خواهد کرد. پوتین میگوید که روسیه انتظار دارد که او به دقت بر این اساس اقدام خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه تاکید میکند که مسکو امیدوار است تا با واشنگتن در زمینه مقابله با تروریسم همکاری کند، با توجه به اینکه هر دو کشور مسئولیت مشترک برای امنیت جهانی دارند.